سلام، من باربادم. به اولین ویدیوی کانال من و مامانم خوش آمدید. میخوایم امروز غذا درست کنیم با همکاری همدیگه. چی درست کنیم به انتخاب تو؟ استانبولی. بزن بریم. خب بارباد چی بیارم؟ گفتم یه بار دیگه بگو، فیلم نگرفتم که. گفتم دیگه. آقا یه بار دیگه بگو. سیب زمینی و پیاز و نظر چیه اول یه قابلمه بهت بدم با پیاز؟ خودم خورد کنم؟ نه من برات خورد میکنم. نه خودم. نه دیگه تو سرآشپزی که دست نمیذارن. موافقی؟ بزن بریم. فقط خودم تنها درستش کنم؟ آره خود تنها همش بزن. باش. روغن میریزیم توی مایتابه، توی قابلمه سوتی دادم و پیاز و توش. خورد. چه خبر؟ خوبم. یه خاطر برامون بگو. نمیتونم. چرا؟ خاطرم خصوصی هست. نمیشه حالا یک چیزی که میشه گفت و بگی؟ نمیشه. کیو خیلی دوست داری؟ نمیدونم. تو خب همین. منو فقط دوست داری؟ آره. دیگه هیچ که دوست نداری؟ نه. خودت تنها. خواهی دوست بشم. آدمای مهم زندگیت کیه؟ پدر و مادر. قربونت برن پدر و مادر. نونی حالا یه چیزی هم بده من تا خودم خورسش کنم. نیازی به من داری؟ من یکم بستنی میدی بخورم؟ بله. ممنون. یه بستنی زیاد و خوشمزه. با شکلات؟ بستنی شکلاتی؟ آره. زیاد باشه. زیاد باشه. چون من زیاد دوست دارم. چون من زیاد خیلی خوشمزه است. حالا جی اومدم. فدا چی بسیم؟ میشه یه خاطر برامون بگیم مثل همون سر نره؟ گوش کن. نه ماما نمیشه. ماما را باش دستاتو نباید دسته خوشگل بگونیم. نه حواسم هست. تو نگرم پیازات نسوزن سرش بس. هم بزن. با دقت. ماما افتاد. اصلا مهم نیست. مامانی افتاد. حالا چجور بیاریمش؟ به همین؟ راحت. این زیاده مال منه؟ بله دقیقا همون که خیلی زیاده مال شماست. میخوای گردو خورد کنم روش برات یا نه؟ نه. با گردو دوست ندارم. با گردو سرش پس؟ خب سرش بس. باید سیب زمینی رو بهش اضافه کنی؟ خودم اضافه. بده قاشقتو نگه دار یه دقیقه. یه ذره بعد گرمش کنم. نگرد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. زیب زمین رو من بزن. بفرمایید. شیشه‌شو صفر نگه دار. با دستم. آفرین پسرم. هم. باشه. هم باید بزن. اضافه چی؟ وقت. اضافه وزن میاره؟ نه. همه چی باشه. آفرین بفرمایید. سرش بس. اینا هم لطفاً اضافه. مانی یه دونه. یه دونه باید بندازم؟ نه خودم میندازم. خب بیا من برات نگه میدارم شما بنداز. این کار تخصصیه؟ آره واسه منه. بله مخصوص شماست پس. تا این مرغ هم سرخ بشن. خب زرچوبه بشه اضافه کنی. زرچوبه اضافه کردیم. این کار مال باربادا است. استاد سرشو بذاریم؟ سر چیو؟ سر آدمای فضولو. نظر چیه سر آدمای فضولو بذاریم؟ موافقی؟ من فضولم نگه. نه آدمای فضول. تو مامان شیطنت میکنی مال سنته خب؟
آدمای فضول کسایی هستن که تو زندگی بقیه دخالت میکنن که این اصلا کار قشنگی آفرین. ما نه تو زندگی کسی دخالت میکنیم نه کسی رو قضاوت میکنیم، زندگی هیچ کس هم به ما ربطی نداره. آفرین پسر عاقل و بالغ عاقل و بالغ. اشکال نداره. معلومه که اشکال نداره، هیچی مهمتر از این نیست که تو ناراحت نشی. نمیخوام. هم زدن. نیاز به چی داره؟ هم زدن. نه خصوصی هم بین من و خودم. نه با هم زدن. تو یه فیلمی دیدم گوشی. چی میگفت دقیقا؟ هم نمیشه هم خارو داشت هم مارو داشت. هیچکی بهت نگفته اینقدر دلبر نباشی یه وقتی که میخورتت؟ نه نگفت. بیا یکم استراحت کنیم تا غذامون آماده شه. بیا تو دادم؟ بیام که الان ما 3 نفر تو بازی داریم. نمیشه هم خارو داشتن. هیچ زیاد کرد اونم شد اینقدر بروجک بودی. اینجا من دیگه بزرگ شدم. بیا حالا یه لیمون نیستم چه پرد کردیم. پرت نکردم همینجوری رفتم. هیچ به هیچ. هیچ به هیچی. این ماست خدمت شما. این شکرم باش منه. چه ببینید چشمی در نظر گرفتی. بله این خدمت شما مزهیه. تست کنیم ببینیم غذای باربودی چجوریه. ولی خیلی داغه. من تو از پسش برمی‌اومدی. آره واقعا. به نظرم که خیلی خوشمزه است. آره باید بخوری حتما. ببین داغه یا نه بخور ببین داغه یا سرد. خب چه مزه‌ایه؟ بزنش عالی بود؟ آفرین باربود. بچه‌ها باشیم برن سینما غذای دوربینی 2 بخوریم. یه لایک نشون بده به غذا. آفرین پسرم. بازم برمیگردیم مگه نه؟ یه غذای دیگه باید در نظر بگیریم. چی درست کنیم؟ آش. من هیچ وقت توی زندگیم آش درست نکردم. یعنی اگه قرار باشه درست کنیم اولین بار میشه. اصلا سوپ درست. یا سوپ درست کنیم یا آش. فعلا خدافظ. خدا بزرگ با بزرگ گرامی برای ببینمتون.